الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همه عزیزان، برادران و خواهران گرامی و جوانان عزیز و دوستانی که ما را به شکل زنده و لایف میبینند دارای صحت کامل باشند و انشالله که لباس عافیت به تن داشته باشند و یک جمعه خوش و پربرکت آغاز کرده باشند. ما و شما در روز دوم سال 2026 میلادی قرار داریم، در سالی که روز دومش است و یک سال 2025 گذشت و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان می فرماید: هو الذی جعل اللیل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. او کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد. شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد پند بگیرد و یا سپاسگزار باشد. پس الله سبحانه و تعالی این وقت بر ما و شما با اهمیت ساخته. در قرآن و سنت پیامبر گرامی علیه السلام بر ما اهمیت وقت بسیار زیاد تذکر داده شده و تذکر داده. و این شب روز هم جانشین یکی دیگر است به خاطر عبرت. چرا عبرت؟ به خاطر از اینکه این شب وقتی که رفت دیگه دوباره پس نمیگرده. شب همون شب مشخصی است که شب جمعه، شب 21 سپتامبر 2025 تیر شد. دیگه این شب 21 دسامبر شب جمعه 21 سپتامبر 2025 دیگه نمیاد. خلاص شد، این شب رفت و در همین دفتر از این بسته شد. هر کسی که هرچی انجام داد این رفت و دفتر بسته شد الی یوم القیامه. این شب دیگه نمیاد. این به خاطر انسان میگه پند است، عبرت است. در تعقیب از این شب یک روز منتظر ما و شماست، روز 22 سپتامبر. این روز شکرگزاری است. از او عبرت گرفتیم، اعمالی را که در او انجام ندادیم در این روز باید انجام بدیم. اعمالی را که در این روز انجام ندادیم در شب آیندهش انجام بدیم. امی عبرت است. الله سبحانه و تعالی را یاد میکنه که شب روز جانشین همدیگر است و این عبرت بر کسایی که بخواهند اراده خیر داشته باشند در زندگیشان. بر کسی که بخواد، کسی که نخواد برای او هیچ چیز نیست، او در حالت غفلت است دیگه. برای او هیچ معنا نداره، نه شب نه روز نه وقت، هیچ چیز معنا نداره. کسی که بخواد که شکرگزار باشه و عبرت بگیره باید از این عبرت بگیره و شکرگزاری الله سبحانه و تعالی را از نعمت وقت که برش داده، نعمت زندگی را برش داده. بسا کسایی که در سال 2025 میخواستن نیت داشتن که توبه بکنن اما توبه نکردن، سال گذشت. بسا کسایی که نیت داشتن قرآن از مشانه که در خانهشان ماها و سالها بسته مانده باز بکنن و این قانون زندگی انسان هم مطالعه بکنن و زندگی خود مزین به اساس امی قرآن بسازن، چون این قانون است. در هر جا ما و شما جمعیم در این مسجد یک شورا داریم، در شورا یک اساسنامه داریم، در روج بند است. این اساسنامه چی معنا میده؟ قانون داخل شدن به این مرکز اسلامی است. ما در مرکز اسلامی قانون داریم، بسیار کوچک است. آیا الله سبحانه و تعالی بر انسان قانون نگذاشته؟ پس این قرآن قانون زندگی انسان است تا باشه که این مطالعه بکنن. بسا کسایی که میخواستن که از این وقت ارزشمند استفاده بکنن اما در غفلت گذشتاندن. این سال گذشت اما سال 2026 امیدوار هستیم که سال پربرکت و پرخیر بر تمام امت اسلامی و بر کسانی که اراده خیر دارند باشه و بر کسانی که در غفلت هستند از غفلت و از خواب زمستانی بیدار شده و دوباره به طرف رضایت الله سبحانه و تعالی بشتابه. پیامبر گرامی علیه السلام در حدیث می فرماید که نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث در صحیح بخاری آورده و می فرماید که دو نعمت بزرگی است که اکثریت مردم در
باری از این دو نعمت در غفلتن، زیانکارن. یکیش که از سلامتی صحت انسان است و دومش که از فراغت است. وقتی که انسان مریض میشه امی یک جمله را از زبانش میشنوی که صحت بهترین نعمت است. میگه صحت پادشاهی است، در حالی که یادم غریب است. میگه صحت پادشاهی است چون درد احساس میکنه، حالی دیگه آرامش نداره. اون نعمت آرامش حالی احساس میکنه. میگه قدر نعمت را کسی دانه که با مصیبت دوچار گرده، قدر صحت کسی دانه که با مرض دوچار شود. کسایی که سرطان هستند، در حالت مرگ هستند، فعلا نمیتونن سجده بکنن. ما ویدیو یکی از اشخاص دیدم بسیار پولدار بود، انسان مسلمان هم بود، آدم خوب هم بود، اما در آخر عمرش نمیتونه سجده بکنه. گریان میکرد که ما پشت سجده هایم دق شدیم و توصیهش بر تمام مردم ای بود که های مردم شما قدر سجده هایتان بدانید. من نمیتونم سرم به زمین بانم. اگر قرار باشه که 2 میلیون دلار هم شب من میتونم، اما یک بار میخوایم که فشاری من بر الله سبحانه و تعالی و شکرگزاریش بانم. میگم دیگه نمیتونم، مال دیگه حالت سر ما آمده. این نعمت بزرگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نعمت ساعتتان بدانید. در ساعت انسان جانش جور است، میتونه اطاعت الله سبحانه و تعالی بکنه، رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست بیاره، اعمال صالح انجام بده، توبه انجام بده و چیزایی که از دستش رفته او را دوباره به دست بیاره. اما وقتی که صحت رفت انسان درگیر جان خود میشه، درگیر غم ها میشه، درد ها میشه، رنج ها میشه، تمام اعمال صالحه میمونه. دومش فراغت انسان است. انسان فارغ است، وقت کافی داره در بعضی حالات. همین وقت در راستای به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی سپری بکن. و وقت بهترین نعمت است. این وقت هر وقت انسانی وقت داشته نمیباشه، وقت فراغته. بعضی اوقات میشه که انسان حتی خود فراموش میکنه، کار باید زیاد بکنی، زحمت بکشی، سرت مریضی میآید، مشکلات ها میآید، دوچار حوادث میشی، همه چیزا از پیش آدم میمانه، وقت انسان میره دیگه. متوجه همون حالاتی هستی که سر دوچار شدی. اما در وقت فراغت نعمتش باید بدانیم و این پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه کرده. ابن قیم الجوزی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که میگه وقت از طلا که گرانبهاتر است. چرا؟ طلا اگر از دست انسان بره یا گمش کنه یک جای یا فروخته شود، دوباره کار میکنه این طلا را به دست میاره. اما اگر وقت رفت دیگه هیچ وقت دوباره به دست انسان نمیاد. امام شافعی میگه به می خاطر وقت ارزشش از طلا که زیادتر و گرانبهاتر است. و همچنان چیزی که وقت بر ما پر اهمیت میسازه، با ارزش میسازه، یاد مرگ است. هر وقت که انسان یاد مرگ کرد میفهمه که آلی وقت دارم، انو زنده هستم، پس عمل صالح باید انجام بدم. پس این وقت با ما به ارزش میشه و این در راه خیر یاد میکنه، در راه خیر استفاده میکنه. و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید که کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله سبحانه و تعالی 3 موضوع را میفرماید. میگه هر نفس چشنده مرگ است. هر نفس، چی حیوان باشه، انسان باشه، جن باشه، هر نفس، نبات باشه، هر چی باشه، پرنده باشه، ماهی باشه، هر چی که باشه، حیوانات این مزه مرگ میچشد و پاداش هر کس در روز قیامت داده میشه برش. هر عمل که انجام دادی انسان در گرو اعمال خود است. هر عمل که انجام دادی در گرو اعمال خود استی. پس هر کس از آتش جهنم دور شد. توسط چی؟ توسط اعمال صالحش، توسط رحمت رب العالمین. اما رحمت رب العالمین ارتباط مستقیم به اعمال و نیت انسان داره. نمیشه که یک نفر در زندگی شرک کرده باشه و او در آخر عمرش توبه هم نکنه باز امیدوار رحمت الهی باشه. این قانون رب العالمین نیست، این روش رب العالمین هم نیست. کسی که به شرک رفته از دنیا، الله سبحانه و تعالی میگه هیچ بخشیده نمیشه، جایگاه او تا ابدالابد در آتش جهنم است، عیاذ بالله. پس در اینجا اراده خود انسان سعیم است. کسانی از آتش جهنم دور داشته میشن و وارد بهشت میشن که اعمال صالحه انجام داده باشند و زندگی دنیا جز کالای فریبنده نیست. 3 مرتبه الله سبحانه و تعالی خوب دقیق شوین یاد کرد. اول مرگ حق است. همه ما و شما مزه مرگ میچشیم. هر کس که یک نفر خوب پولدار است امروز اولاد زیاد داره، پول زیاد داره، مشکلات سرش میبره، اولاد خود مراجعه میکنه. بچیم از تواناییت بر من کار دارم استفاده کن، پولت کار دارم، این مشکل اثر رایم دور کن. چی مشکلش اوسو میشه، هیچ ممانعت در زندگی نداره. اما وقتی که مرگ رسید باز امی پول و امی اولاد و امی زن و امی دارایی
هیچ فایده برش رسانده نمیتونه. او وقت یک چیز برش فایده رسانده میتونه اعمال صالحیش است. همین بچهش برش هیچ فایده رسانده نمیتونه. دخترش زنش برش فایده رسانده نمیتونه. پول و داراییش نمیتونه. و در این وقت باز اولش که مرگ حق است و به سراغ همه میآید، دومش که نتیجه اعمال ما در قیامت حتما بر ما داده میشه. ما نتیجه اعمال خود میبینیم در قیامت. کسی ظلم کرده الله سبحانه و تعالی برش محاسبه میکنه. کسی که اطاعت الله را نکرده محاسبه میکنه. کسی که سود خورده محاسبه میشه. کسی که زنا کرده محاسبه میشه. هیچ چیز از پیشگاه رب العالمین پنهان نمیمونه. و این الله سبحانه و تعالی سه مطلب به ما میرسونه. سومی که دنیا فریبنده است، نباید فریبش بخورید. فریبنده به این معنی که بعضی اوقات آدم زیاد مصروف زن اولاد و کار و بار تجارت زندگی خود میشن، الله را فراموش میکنه. بعض وقت هم زیاد مربوط به دست آوردن یک پول میشه یا به دست آوردن یک رای میشه که درس بخونه و یک چیز را به دست بیاره و الله را فراموش میکنه. این درس و این علم هم که باعث رضایت الله نشه به درد انسان نمیخوره در قیامت. بعضی اوقات انسان در حالت عجیب و غریب میمانه، الله را فراموش میکنه. امیر الله میگه که دنیا کلش فریب میده، پول انسان هم فریب میده، اولاد هم فریب میده، دارایی هم فریب میده، بلکه یگانه چیزی که به انسان میمانه یاد الله سبحانه و تعالی و فکر آخرت است. یکی از تجربه های بسیار بزرگ علما و درس بسیار عظیمی که هر انسان باید بدانه او است که والآخرت خیر و ابقا. این علما میگن بهترین علم که هر انسان مسلمان بدانه این باید بفهمه که آخرت دائمی است. این بزرگترین علم است بر انسان و دنیا فریبنده و درگذر است و فانی است. این علم که انسان یاد گرفت واسه انسان میتونه که زندگی خود پر سعادت بگذرانه. بخش چهارمش گناهان کبیره که باعث تباهی و بربادی انسان در آخرت میشه که انسان باید از این دوری بکنه. تمام گناه ها بد است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که از گناه های کوچک و ریزه و صغیره هم خودداری بکنین، چرا که امین اگر در یک دشت شما قرار داشته باشین و سرد باشه، کسانی که و ایزم هم نباشه، شما هم چوبای خرد جمع میکنین، از او یک آتش بزرگ به دست میآید. معنایش این است که همین گناه های ریزه و خرد و که شما اصلا هیچی را کلان نمیشمارین، یک روز باعث میشه که گناه بزرگ به وجود بیاره. اما گناه هایی که بسیار بد است و در زندگی انسان ازش دوری بکنه و در وقت گرانبهایی که الله داده از این گناه ها خود دور بسازه، اولین گناهی که است او شرک است. شرک مانند خانه است که در سر ریگ آباد شده باشه. ریگ خود دیدین، ریگ زیاد باشه، در سرش هر چی که باشه این ریگ در حالت حرکت است. بعض اوقات این بادهای ریگ میبرن با خود، این خانه را هم تو از بین میبره. انسان زحمت میکشه، خانه جور میکنه، سقفش جور میکنه، دیوارش جور میکنه، پول دایش میکنه، مگم در سر ریگ آبادش میکنه. این ریگ هم این خانه را از بین میبره، تباه و برباد میشه. شرک ایمان آدم هم تو از بین میبره. انسان طاعت میکنه، عبادت میکنه و در قلوی شرک میکنه به الله سبحانه و تعالی. بغیر از الله سبحانه و تعالی استعانت میجویه، کمک میجویه. همین شرک تمام اعمال انسان نابود میکنه و هیچ وقت بخشیده نمیشه. الله سبحانه و تعالی میگه تمام گناه را میبخشم بغیر از شرک هیچ وقت بخشیده نمیشه، در صورتی که انسان توبه نکنه. اگر انسان مشرک باشه، مثل که در گذشته اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین الا ماشاءاللهش که مشرک نبودن، همشان مشرک بودن، بتا را میپرستیدن، اما وقتی که اسلام آمد توبه کردن و داخل دین شدن و تمام گناهانشان بخشیده شد. اگر انسان عمدن شرک کنه، بعد از او رجوع بکنه به الله سبحانه و تعالی و توبه صادقانه بکنه، این گناه دی بخشیده میشه. یعنی خردترین چیزی که بسیار ساده است بر انسان علما میگن و باعث سرفرازی بزرگترین سعادت انسان در آخرت میشه توبه است. اینقدر ساده است توبه کردن. یعنی چی گناه های بزرگی را که انسان انجام نمیده، انسان میکشه، دزدی میکنه، زنا میکنه، حق یک نفر میخوره، عزت آبرو یک نفر از بین میبره، با یک توبه کردن الله سبحانه و تعالی کلش میبخشه. دیگه از این که آسان کار هیچ در دنیا وجود نداره. بعضی اوقات بعض افراد میگن والا ما سالها شده که نماز نخواندیم، این نماز قضایی رو چطور بکنیم؟ سالها شده، 20 سال شده که من روزه نگرفتیم. خب قالی رو چی رقم حساب کنیم؟ خب یک روزی عمدی که بخوری باید 2 ماه متواتر روزه بگیری بدون از اینکه درش قضا بیاد. قضا که تو اثر حساب میشه. یک ماه گرفتی، یک روزه نگرفتی، یک ماه اثر میره، اثر شد. خب حالا 20 سال تو روزه نگرفتی، چی رقم جور میکنی؟
چقدر عمر الله سبحانه و تعالی برات داده که تو هر روزش 2 ماه روزه بگیری. خب یگانه چیز آسان ترین چیزی که بر انسان مسلمان الله سبحانه و تعالی او را یک نعمت داده توبه انسان است. توبه صادقانه و دیگه به اون طرف رجوع نکنید. بس خلاص کل گناه را الله سبحانه و تعالی میبخشه. بعد از او قتل است. قتل و ایران کننده جامعه و خانواده. یک نفر انسان میکشه به خاطر غضبی که داره. بسیار مسئله جزوی مشکل ایجاد میشه، قهر میشه، غضب از طرف شیطان است. چاقو را میگیره بدل یک نفر میزنه، یک خانواده را تباه و برباد میکنه. این زن داره، اولاد داره، مادر داره، پدر داره، برادر داره، دوست داره، رفیق داره، دل کلش داغ میشه. صدها نفر به این حالت افتاده. جامعه را از بین میبره. این نفر در جامعه فعال است، جامعه از این بهره میبره، انسانی است که خیرش به جامعه میرسه. پس قتل باعث جامعه میشه. باید که الله سبحانه و تعالی همه انسانها را عقل داده. به خاطر منازعه، به خاطر مشکلات سطحی گفتگو است، شیشتن است، نشستن است، مجلس است، جرگه است، بزرگار شامل کردن است، نه چاقو را گرفتن، نفر کشتن. و یا بر هر حالت دیگه یک نفر انسان ظالم میکشه، یک نفر به خاطر از این میکشه باید تجاوز سرش کنه، یک نفر به خاطر مالش میکشه. هر قتل که باشه در اسلام بسیار ویران کننده است و این انسان تباه و برباد می‌سازه و داخل جهنم علیاذ بالله می‌سازه. از این انسان باید دوری بکنه. از چیزایی که باعث قتل میشه باید دوری بکنی که غضب است در حال هم چیز اولیش. بعد از زنا که است نابود کننده حیا و شرافت انسان است. یک زناکار که هست حیا نداره، او بر زنا افتخار میکنه. و کسی که زناکار باشه یک مرض دیگر میگیره که باز هم چیزی که حلال داده از او لذت نمیبره. زن حلال نکاش از او دیگه لذت نمیبره. این بدبخت در اون چیز کثیفی که از زنش کرده به مراتب بدرنگ است، از زنش کرده به مراتب بدتر و کثیفتر و بدبوتر است. به مو خوشحال است، لذت میبره. به مو زنی که پاکیزه است، الله سبحانه و تعالی برش حلال قرار داده، دیگه از او لذت نمیبره. همین لذت حلال از بین میبره زنا. کسایی که زناکار هستن اما غمشان همیست که چه قسم پیسه پیدا بکنیم زنا بکنیم، دیگه فکرشان نیست. و این نمیفهمه که او کسی که امرای زنا میکنه او هم یک عزت و آبرو داره، برادر داره، پدر داره، فامیل داره، عزت داره. یک روز اگر که خوار خودت یک صحابی بود مسلمان شده بود، گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و آله دیگر کار اعلام میکنم، زنا را اعلام کردن نمیکنم. پیامبر صلی الله علیه و آله برش بسیار به خوشی نه قهر شد نه غضب شد. گفت اگر که خوار تو کسی میکارک بکنه. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگی تو؟ گفت اگر زنت کسی کار بکنه. گفت تو چی میگی؟ گفت خب هم خوار یک نفر است. همون لحظه توبه کشید تو دیگه زنا نکرد. این را حکمت میگه. پس انسان باید حیا داشته باشه و کسی که زنا میکنه از این عمل دست بکشه و توبه بکنه تا باشه که صاحب حیا و شرافت شود. بعد از اون ربا در این جامعه هر کس بر خود یک گپ جور که در ربا که از سود. یک نفر میگه والا ما این بر من یک نفر گفته، یک عالم گفته من یک نفر عالم میگیرم. قرآن از این شان نصوص داره. ربا حرام است، حرام جنگی از با الله و رسولش. کسی که ربا میخوره این در جامعه در بدر و خاک بسر است و این انسان که است این هم خود خوار کرده و هم جامعه و هم چهار طرفشه. چرا که کسی که ربا میخوره ضررش زیاد بر جامعه میرسه. او کسی را که تو پولدار میسازی او خون مردم میخوره و از او دیگرها تقلید میکنن و این بیچاره غریب روز به روز غریب شده میره. و در گذشته ربا به این قسم بود که اگر در یک وقت معینش نمیدادی 2 چند میشد، باز یک ماه دیگه تیر میشد 3 چند میشد، 1 روپیه بود و به 100 روپیه میرسید، به 1000 روپیه میرسید. این نفر زندگیش در گره و این آدم ربا خور بود. دخترش هم میگرفت، خانهش هم میگرفت، زمینش هم میگرفت، همه چیزش به خاطر در همه که برش داده بود کل چیز از این آدم میشد. این است که تباه و برباد میشه. از ربا آدم دوری بکنه. بعد از اون حقوق والدین است، به عین حقوق، یعنی که به احترامی والدین در به رحمت الله سبحانه و تعالی را میبنده. برادرای گرامی، ما درباره اهمیت وقت صحبت میکنیم. من یک خواهش هم دارم، ببینین همینجا امام استاد میشه از خود یک احترام داره. امام باید احترام شود. حالا ما باشم، قاری باشه، احمد باشه، محمود باشه، هر کس باشه. ثانیاً قرآن که خوانده میشه باید احترام شود. حدیث پیامبر گرامی علیه الصلاه و السلام خوانده میشه باید احترام شود. منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم که کس استاد میشه باید احترام شود. ما یک روز جمعه داریم. در یک روز جمعه 1 ساعت وقت میکنیم به نام الله سبحانه و تعالی. این کسی که جمعه یک گپ الله و رسول میزنه شاید بعضی کلمات لفظی صورت بگیره اشتباه،
اما مفهوم قرآن و سنت میرسانه. شب زحمت میکشه، سر جمع‌آوری میکنه. این وقت کار داره که حق مطلب باید ادا شود. نمیشه که ما در 15 دقیقه همه آیات زود بخونیم و 4 نفر ببینیم که ساعتش پیش دیده میره. این دور از نزاکت‌های هم داخل مسجد است. این نمیشه به این رقم که یک امام بیاید اما تو فقط زود آیات بخونه. یعنی چی برداشت میکنه این نفر که شیشته به خاطر آمده که یک چیز با خود ببره؟ چی برداشت میکنه از صحبت‌های من میگم که ما هم باعث ملالت خاطر مقتدیا نمیشیم، نمیخواهیم که شویم، مگم برادرها و خواهرها و دوستای عزیزم یک کمک حوصله داشته باشد. از مطالب که میگه ما به خاطر از این میگیم به والله قسم. من خوش دارم پیامبر گرامی علیه السلام میگه که مؤمن شمردن نمیشه تا که چیزی را به خود میپسنده و برادر مسلمان بپسنده. من خوش دارم که من در جنت برم، کاری را که من میکنم خوش دارم که تمام کسا به جنت برن. راههای جنت رفتن همین چیزایی است که میگه. چطور امکان داره؟ ثانیاً یک امام مسئولیت داره که حق مطلب ادا بکنه. اگر قرار باشه که من بترسم از که وقت مزود خلاص میشه، من دیگه حق مطلب ادا کردن نتونم، باید زود بخونم. خب نه، من حق مطلب ادا کردن تونستیم شامل گناه شدیم و نه تو مفهوم گرفته تونستی از پیش ازی. به خاطر از این لطفاً امو 20-25 دقیقه که بر ما داده شده امورم انشالله با آرامش سپری بکنیم و انشالله که از این فیض میبریم. بهترین وقت امی است. با والله قسم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما میخواهیم که باغ‌های جنت در دنیا ببینین، امی علقات ذکر ببینین. والله قسم است که از این وقت کده، از این جا کده، از این سخنرانی کده که قرآن و سنت است، هیچ وقت با ارزش تر نیست، هیچ کار پر اهمیت تر نیست. چطور میتونیم که این ما مقایسه بکنیم؟ من میفهمم که برادرام خودم هم کار میکنم، همه ما کار دیگر هستیم، مشکل داریم، اما هرچی از خود جایگاه داره. این من خواهش میکنم از همه برادران. ثانیاً ان شاء الله من به اتمام میرسانم. ثواب‌های بزرگی که انسان باید متوجه باشه و از وقت استفاده اعظمی را ببره، اولین چیزی که از نماز است. کلید همه خیرات و برکات نماز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که نماز ستون دین است. یعنی دینی که نماز نداشت ستون نداره. خانه‌ای که سقف نداشت هیچ چیز دیگه به دردش نمیخوره، همه خاشاک و باد و باران داخل از اون میاد. کسی که در زندگیش نماز نداشت هیچی نداره. ثانیاً با همچو افرادی که بی نماز هستند و تارک نماز هستند دوستی درست نیست، به خاطر او با الله سبحانه و تعالی وفادار نیست. با ما چطور وفادار خواهد باشه؟ به شوهرش چطور وفادار خواهد باشه؟ اگر مرد است بر زنش چطور وفادار خواهد باشه؟ بر اولادش چطور وفادار خواهد باشه؟ پس هر مسلمان در نماز باید کوشش بکنه که رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست بیاره و این کلید خیر، درهای خیر به خود باز بکنه. ثانیاً خواندن قرآن است که بسیار برکت است و این قانون زندگی هر مسلمان است که هر صبح هر مسلمان حداقل 20 آیه بخونه. حداقلش 20 آیه من فکر کنم در 15 دقیقه تمام میشه با ترجمه و تفسیرش. که از او پند بگیریم. یک آیه میگه زنا نکن، تمام روز این سخن در فکرت است. به طرف مردم که سعی میکنی یادت میاد که قرآن گفته بود لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الزنا، ولا نمیگفته بود که شما به زنا نزدیک نشین. حالا ما چطور سعی میکنیم؟ میخواد از باب نزدیک شدن به زنا است. آیات میاد درباره اخلاق، امروز روز کل روز متوجه اخلاقت میباشی که کت مردم خوب صحبت بکنی. آیات میاد درباره اجازه خواستن در داخل شدن در خانه بیگانه، در فکرت میاد که اگه من جای داخل شدم ازش اجازه بگیرم. آیات میاد درباره ظلم نکردن، تو حق مردم نمیکنی، ظلم نمیکنی. این چیزایی است که روزت مطهر میسازه، پر برکت میسازه و باید قرآن به تفسیر و ترجمه خوانده شود. سیومش صدقه دادن است. برادران، دوستای کسایی که بند است به خدا زندگیشون هم تنگ است. شما ببینید زندگیشون تاریک است. کسایی که الحمدلله سخاوتمند، شما در این زندگی در این مسجد ببینید الحمدلله درهای رحمت برشان الله باز کرده. ما اگر حداقل ایش نکنیم هفته یک بار یک مقدار کمی را از خانه بکشیم صدقه بدیم به نام الله سبحانه و تعالی. حالا مهم نیست در کجا، باید صدقه داده شود. حتی بالای کفار علما میگه صدقه میشه. حالا مستقیم بسیار از شما زیاد است. و چهارمش صله رحم است. در ماه یک بار حداقل به یک فامیل خود باید زنگ بزنیم. فامیلایی که ما کمک کردش ارتباطات خوب نداریم، بچه کاکا ماما، تا باشه که اینی مسئله را که پیامبر صلی الله علیه و سلم و قرآن سرش تاکید میکنه این هم بجا کرده باشیم. حداقل ما یک بار باید به یک فامیل خود زنگ بزنیم، ازش پرسان بکنیم، با یک دوست خود. و این مسئله را که عمر انسان طولانی میسازه، رزق انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه زیاد میسازه، متوجه باشیم. و در آخرش دعای در سحرگاه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که در ثلث سوم شب الله سبحانه و تعالی بلا کیف، حالا ما نمیفهمیم ذات پروردگار چی رقم است، ما نمیتونیم، لیس کمثله شیء فهو السمیع البصیر، هیچ چیز مثل الله سبحانه و تعالی نیست. ما این بلا کیف
پایین میاد در آسمان زمین و در نصف شب کسی که تهجد میخونه دستایی که بلند میشه الله سبحانه و تعالی حیا میکنه که او دعا را مستجاب نکنه. به الله قسم است که یک کسی بود گفت من 1 سال شده که یکی از برادران نوشته کرده بودن عکسشان بود، گفته 1 سال شده که ما تهجد میخوانیم، گفته به الله قسم است که من هر دعایی را میکنم صبح و دمو دعا بر ما مستجاب میشه. حتی مثل قسم شده که من از معجزه پیامبر وقتی که شب خواب میدید صبح میدید که به من اما قسم شده. یعنی 1 سال متواتر تهجد خوانده. هر مشکلی که داری تهجد بخوان، دعا بکن. مشکل شرعی داری، مشکل در فامیلی داری، مشکل اقتصادی داری، مریضی داری، همش از جانب الله سبحانه و تعالی است ان شاء الله که حل میشه. و این اعمال بود که ما انجام بدیم و از وقت بهترین خیر ببریم و بعد از او آخرین چیزی که نتیجه گیری میکنیم و به اتمام میرسانیم. وقت ما 20 دقیقه پوره شده، یعنی که سال جدید صفحه جدید از زندگی ماست. دیروز گذشت و دیگر بر نمیگرده. سال 2025 آمد نمیگرده، دفتر اعمال ما بسته شد، چیزی که بود رفت. اما سال 2026 هنوز در پیش روی ماست. اگر الله سبحانه و تعالی ما و شما را زندگی داده باشه، فرصت باقی باشه، همین چیزهایی که گفتیم در خطبه انجام بدیم میشه ان شاء الله که از این ببینیم در زندگی خود که چی تغییرات میآید. از صفر شروع بکنیم، از غفلت بیدار شویم، از وقت خود استفاده درست بکنیم، وقت خود به خاطر به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی سپری بکنیم، با مسجد سر و کار داشته باشیم، قرآن مطالعه بکنیم، نماز بخوانیم، صدقه بدیم، اعمال صالحه بکنیم، کوشش بکنیم علم ما زیاد شود و این علم محدود نسازیم، حبس نکنیم، به مردم برسانیم، ببینیم که هم در دنیا کامیاب هستیم و هم در آخرت ان شاء الله رستگار. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. جزاکم الله خیرا و بارک الله.